سلام، فرانک هستم با آشپزخونه دژاوو. خوش اومدی. گفتم تو آشپزخونه هستم، سریع با همدیگه یه نوشیدنی خیلی خوشمزه و درجه 1 درست کنم. امروز میخوام که موخیتو رو براتون درست بکنم، اما به روش خودم. موخیتو تاریخچه خیلی بلند مدتی داره. رسیپی اصلیش اینی که من میگم نیست. رسیپی اصلیش تنها فقط با نعنا هست. برای شیرین کردنش خیلی از عسل استفاده میکنن یا از سیروپای شیرین کننده دیگه و لیمو. اما اینجا توی آلمان نعناهایی که ما داریم خیلی برگای زمختی دارن و اگه بخوایم فقط از برگ نعنا برای موخیتومون استفاده بکنیم خیلی زیر دندون میان و سفت هستن و اون حس خوبی به آدم نمیدن. بنابراین من میام از خیار استفاده میکنم همراه با نعنا به اضافه لیمو و برای شیرین کردنش از اسپرایت استفاده میکنم. بریم تا بهتون نشون بدم. خب برای شروع کار من خیارم رو با همین پوست یکم کوچیک کوچیکش میکنم تا بتونم به مخلوط کنم اضافه بکنم. سریع اینا رو اضافه کردم به مخلوط کن. برای لیمو من از لیمو سبز استفاده میکنم که یه مقدارش رو همراه با خیار میندازم توی میکسر. اینجوری عطر لیمو بیشتر توش میپیچه، اما تلخ نمیشه، نگران نباشه. خب و بعد یه مشت از نعناهامو بهش اضافه میکنم. نعنا رو معمولا میگن قبل استفاده یه ذره بهش ضربه بزنیم تا اون عطر خوشش آزاد بشه. به به. خب نعناهامم سعی میکنم که شاخه هاش توش نباشه. همینقدر کافیه بره که میکس بشه. حالا یخامو اضافه میکنم به لیوانم. اسپرایتمونم اضافه میکنیم. حالا از خیار و نعنا و لیمویی که میکس کردیم بهش اضافه میکنیم. اینو من هم نمیزنم و میذارم روی لیوانم بمونه که زیباییش بیشتر دیده بشه. نمیدونین این ترکیب خیار و آب خیار و نعنا چقدر فوق‌العاده میشه. طعمش بی‌نظیر میشه. حالا یه نعنا هم برای دیزاین و حلقه لیمو. نوش جان.